الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خير المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان با شما هستیم با بحث توبه که واقعا هر چقدر راجع به این موضوع مهم صحبت بکنیم باز هم حق مطلب ادا نشده و باز هم جا داره که با اون مبحث بپردازیم. همون جوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که من روزانه 100 بار توبه میکنم، خودش نشانگر اهمیت این موضوعه. اما به هر حال بر این قراری که بودیم در این برنامه قصد داریم راجع به شرایط توبه صحبت بکنیم. چه توبه مقبوله؟ یک توبه مقبول چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ اولین ویژگی که توبه باید داشته باشه یعنی برگشت، یعنی یک شروع جدید، یعنی یک زندگی جدید، باید مخلصانه باشه. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای کسانی که ایمان آوردید توبه خالصانه داشته باشید، توبه‌ای که در اون خیر باشه، خیرخواهی در اون باشه، توبه‌ای که شما رو به خیر واداره، خالصانه باشه. نصح از کلمه نصیحت گرفته میشه. نصیحت بر پند خالصانه و مخلصانه گفته میشه، به هر چیزی که از روی اخلاص انجام میشه. اولین شرط توبه پس اخلاص. راجع به این موضوع باید به تفصیل بیشتری صحبت بکنیم، بحث اخلاص. انشاءالله در حلقات، در برنامه‌های بعدی راجع به اخلاص به تفصیل صحبت خواهیم کرد انشاءالله. اما اخلاص یعنی خالص کردن عمل به خاطر الله، فقط به خاطر الله باشه. اگر کسی از گناهی دست میکشه به خاطر الله دست بکشه، نه به خاطر دور و بریاش. اگر خدایی نکرده انسان چشمش به تصاویری میافته، به فیلم هایی میافته که هر انسان عابد زاهدی رو به یک فاجر فاسق تبدیل میکنه، به خاطر ترس از اطلاع اطرافیان توبه نکنه، دست نکشه از این کار. نه که دست نکشه که تشویق کنیم این کار رو نکنه، نه. شرایط توبه خالصانه رو داریم مطرح میکنیم. توبه خالصانه است که به خاطر الله دست کشیده، نه به خاطر ترس از اطلاع اطرافیانش که شاید یک روزی بیان خبر بشن این اتاق شاید درش باز باشه، شاید دوربین های گوش و کنار هست که ما نمیبینیم. کاش میدانستیم که در خلوت های ما هم الله شاهد بر ماجرای ماست. الم یعلم بان الله یری. و انسان در خلوت ترین مکانهای خودش نمیدونه که الله نظاره‌گره. اگر ما احساس بکنیم یک دوربینی همیشه بالای سر ماست، گوشی اتاق ما، کنج اتاق ما گذاشتن و اون دوربین داره ضبط میکنه و جای دیگه میبینن، شاید بسیار از این کارهایی رو که الان انجام میدیم انجام ندیم. در حقیقت هم غیر از این نیست. دوربینی هست گرچه ما نمیبینیم، الله ما رو میبینه گرچه ما او رو نمیبینیم، فرشتگان الله ما رو میبینن گرچه ما اونها رو نمیبینیم. اما هرچی انجام میدیم ضبط و ثبت میشه و روز قیامت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی ذره کار نیک انجام بده خواهد دید، هر کسی ذره کار بد انجام بده خواهد دید. اخلاص اولین شرط توبه است. فقط به خاطر الله. من تصمیم گرفتم رابطه خودم رو با الله خودم، با محبوب خودم، با عزیزترین ذاتی که در عالم برای من وجود داره اصلاح بکنم. من میخوام عاشق الله باشم، من میخوام محبوب الله باشم، من میخوام دوستی انتخاب بکنم که از بین نره، من میخوام دوستی انتخاب بکنم
که نمیره. من میخوام دوستی انتخاب بکنم که ضعف نداشته باشه، دوستی انتخاب بکنم که زیباترینه، دوستی انتخاب بکنم که عالمترینه، دوستی انتخاب بکنم که با کمالات ترینه، دوستی انتخاب بکنم که با قدرت ترینه، دوستی داشته باشم که تمام عالم مال اونه. این دوستی خودم ببالم، این دوستی خودم افتخار بکنم. میخوام برگردم، میخوام پاک باشم، میخوام دوست داشتنی باشم، میخوام الله منو دوست داشته باشه. به جبرئیلش بگه منو دوست داشته باش. جبرئیل بین اهل آسمان ندا بده که این رو دوست داشته باشید که الله دوستش داره. و بعد بیان اهل زمین هم دوست داشتنی باشم. همون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت فرمود بنا به روایت بخاری. من میخوام خودم باشم. من میخوام از زندگیم لذت ببرم. لذت معناش شهوت نیست. لذت معناش هر کاری رو دوست داریم انجام بدیم این نیست. نه. لذت در زندگی اینه که شما هر کاری رو که انسان انجام میده به خاطر رضایت الله است و میبینه که الله و میدونه که الله ناظر بر این کار و مطمئنه که الله میبینه و لذت میبره از این که الله میبینه. اگر سختی تحمل میکنه لذت میبره، اگر مشکلی رو تحمل میکنه لذت میبره. اولین شرط پس اخلاص، خالصانه، فقط به خاطر الله، نه به خاطر این که فلانی من رو از کار اخراج کرده که فلان کار رو کرد. دستت کج بود، نگاه چپ بود، زبونت راست نبود. به خاطر این که فلان جا خواستگاری کردم گفتن بچه خوبی نیست، فلان گناه رو داره، فلان معصیت رو داره، مجبورم دست بکشم تا دخترشون رو به من بدن. نه، اینها به خاطر خدا نیست، اینها به خاطر مردمه. ارزشی هم نداره این توبه، ماندگار هم نیست. دل خوش نکنیم به این توبه ها. توبه‌ای که خالصانه باشه. اول. دوم، در سوره مبارکه آل عمران الله تعالی وقتی صفاتی از صفات متقین رو در آیات 132 تا 136 ذکر می‌فرماید و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بشتابید، شتاب بکنید به سوی اون بهشتی که برای شما آماده شده و مغفرت و بخشش خداوند، بهشتی که پهناش به اندازه آسمان و زمینه. اعدت للمتقین، برای متقین آماده شده، کسانی که انفاق میکنن در آسانی ها، در سختی ها، کسانی که کظم غیظ دارن، کسانی که از مردم درگذر میشن و الله نیکوکاران را دوست دارد. این آیه. و کسانی که در آیه 135 والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله. متقین هم پاشون میلغزه. متقین هم که بهترین های قرآنند، تعبیری که قرآن مجید داره اونها رو بهتر میدونه. اکرمکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اونها هم مرتکب فحشا میشن به معنای گناهان کبیره. اونها هم پای اونها میلغزه، انسانن. اما اونها چه میکنن؟ ذکر الله اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم. توبه خودشون رو به تأخیر نمی اندازن. مجرد این که مرتکب گناهی شدن، مرتکب معصیتی شدن، سریع پی میبرن، سریع بر میگردن، سریع خودشون اصلاح میکنن. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. آیا زمان اون نرسیده که مؤمنین قلبهای اونها خاشع بشه برای الله؟ آیا زمان توبه نرسیده؟ نباید به تأخیر انداخت. آیا زمان توبه نرسیده؟ کی باید توبه بکنیم؟ کودکی که همش در سستی و کهولت میگذره، در سستی و نادانی میگذره. جوانی هم که همش دنبال تیپ و قیافه و مستی، پیری هم که کهولت و سستی. پس خدا رو کی پرستیم؟ آیا فرصت این نرسیده که مؤمنان قلبهای اونها خاشع بشه به خاطر الله؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبلهم. مثل اهل کتابی که قبل از اونها بودن نباشن که فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. انقدر به تأخیر انداختن اجرای احکام الله را، اجرای قوانین خداوندی را که قلبهای اونها سخت شد. تأخیر در توبه قلب انسان رو سخت میکنه، باعث میشه این لکه سیاه روز به روز جای بیشتری رو باز بکنه.
بوی تعفنش بیشتر اذیت میکنه انسان رو، بیشتر آزار میده و چه بسا که شامه انسان رو از کار میاندازه. دیگه انسان عادت میکنه بهش، دیگه حساسیت هم نشون نمیده نسبت به اون. پس دومین صفت بعد از اخلاص، دومین ویژگی توبه خالصانه اینه که استغفار، طلب بخشش، بیاد الله میفته سریع انسان، حتی اگر به تأخیر هم افتاده گناه، الان بیشتر از این نه تأخیرش نیندازیم، بیشتر از این دیگه بهش مجال ندیم. استغفروا لذنوبهم، طلب مغفرت، بخشش. صفت سوم ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، دانسته اون کار رو دیگه انجام نمیدن. به چه معنا دانسته اون کار رو انجام نمیدن؟ یعنی وقتی انجام میدن، وقتی مرتکب اون بشن، ولی اینکه دوباره هم مرتکب بشن، به عمد این کار رو نمیکنن. اون لحظه‌ای که توبه میکنن، با خدای خودشون عهد میکنن که خدایا من دیگه این کار رو انجام نمیدم، همت خودش رو جزم میکنه، از صمیم قلب با خدای خودش عهد میبنده که من این کار رو دیگه نمیکنم، من تصمیم دارم دیگه بیشتر از این دور نباشم، ولو اینکه دوباره بلغزه. اما هر باری که توبه میکنه باید در دل خودش عهد بکنه که این آخرین بار بود و تلاش بکنه و همت جانانه داشته باشه تا نشکنه توبهش. شاید دوربری ها رو بشه فریب داد، شاید با زبان بشه عده‌ای را فریب داد، اما الله رو که نمیشه فریب داد. الله از اعماق قلب های ما خبر داره، از اعماق وجود ما با خبره. اون میدونه که وقتی ما نیت میکنیم نیت ما چیه. این نیت به خاطر اینه که دیگه دستمون نمیرسه به گناه که گناه بکنیم، میگیم خب گناه نمیکنیم، اسباب و وسایلی که بوده قبلا پیش ما الان نیست، دیگه نمیتونیم گناه بکنیم، حالا میگیم خب توبه میکنیم، توبه کردیم. یا نه، واقعا هنوز خیلی از اون شرایط هست، ولی ما مخلصانه یوسف وار در مقابل زلیخا ایستادیم، همه چی مهیاست، درهای بسته، زیبایی زن، زیبایی وصف زائد الوصف مرد، ایام جوانی، هیچ کی هم خبر نیست ظاهری معاشره، اما مقاومت میکنه. الله میدونه، از نیتهای ما خبر داره. در همچین شرایطی هم اگر قرار گرفتیم مانند یوسف علیه السلام باید ایستادگی بکنیم، باید بایستیم، نه اینکه الان چون دست ما نمیرسه دیگه فعلا میگیم توبه میکنیم حالا تا بعدن چی بشه. الله از باطن قلب ما خبر داره. سومین شرط اینه که ما دیگه اصرار بر گناه نداشته باشیم. پس اولین صفت اخلاص، خالصانه باشه. دومین استغفار، طلب بخشش از الله متعال، بخشش گناهانمون. و سومین صفت اینه که ما دیگه اون گناه رو برای همیشه ترکش بکنیم و عزممون رو جزم بکنیم که دیگه این کار رو نمی کنیم. و چه بسیارن کسانی که ترک کردن، بسیار از خواننده هایی که غیر مسلمان بودن مسلمان شدن، بسیار از کسانی که غیر از خواننده ها، تمام کسانی که مسلمان شدن و ترک کردن تمام اون زندگی گذشته خودشون رو، انواع اقسام فساد، گناهان، نه یک مورد فقط. ما میتونیم، الله با ماست، الله دوست داره که ما پاک بشیم، الله تمام بستر رو برای ما فراهم کرده و الله ما رو یاری خواهد کرد در مقابل شیطان و نفس و الله به ما کمک خواهد کرد. چهارمین صفت برای پذیرفته شدن یک توبه مقبول اینه که قبل از مرگ باشه. برای توضیح بیشتر این موضوع با ما باشید بعد از یک میان برنامه. با عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان و خوبان. چهارمین صفتی که درباره توبه مقبول، توبه خالصانه، توبه‌ای که مورد قبول الله تعالی است ذکر کردیم این بود که قبل از مرگ باشه. الله تعالی در آیه 17 سوره مبارکه نساء می‌فرماید توبه از آن کسانی است که وقتی گناهی رو انجام میدن و مرتکب گناهی میشن سریعا توبه میکنن
فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. اونها کسانی هستند که توبه اونها رو الله میپذیره و الله آگاه است و حکمت ها را میداند. ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت. توبه برای کسانی که انقدر به تأخیر می اندازن توبه رو تا اینکه لحظه مرگشون فرا میرسه و میمیرن، فرشته مرگ رو با چشم ملک الموت رو میبینن. قال انی تبت الان. اون موقع که همه چی براشون واضح و آشکار میشه، تمام چیزهایی رو که شک و تردید داشتن با چشم سر میبینن، یقین کامل پیدا میکنن برای حساب و کتاب قیامت، یقین کامل پیدا میکنن برای زندگی بعد از مرگ. اونها توبه اونها قبول نیست. ولا الذین یموتون و هم کفار. و نه اون کسانی که با کفر از دنیا میرن، با شرک از دنیا میرن، غیر مسلمان از دنیا میرن، در قیامت توبه اونها پذیرفته نیست. اگر اونها قبل از مرگ توبه میکردن، کفر اونها هم بخشیده میشد، شرک اونها هم بخشیده میشد، اما انقدر به تأخیر انداختن تا فرصت از دست اونها رفت. چهارمین صفت در باب توبه مقبول بعد از اخلاص و بعد از استغفار و بعد از ترک گناه اینه که قبل از مرگ باشه. اما خب حالا فعلا پس وقت زیاد داریم، بگذار حالا امسال که گذشت، سال بعد، چند سال بعد، 40 سال، 40 سالگی، 50 سالگی میریم، حالا فعلا جوونیم، فعلا از فرصتی که داریم استفاده بکنیم. نه عزیز من، نه برادر من، نه خواهر من، نه مادر من، نه پدر من، نه سرور من. این نیست. از کجا معلوم که فردا نمیریم؟ از کجا معلوم که شب ما به صبح برسه؟ از کجا معلوم که هر طلوع غروب عمر ما نباشه و هر غروب طلوع زندگی جدیدی در دنیای دیگه نباشه؟ از کجا معلوم چه موقع ما میمیریم؟ از کجا میدونیم؟ به خاطر این باید توبه رو به تأخیر نینداخت. به خاطر اینه که ما نباید گناهانی رو که قبلا کردیم بیشتر از این مجال بدیم که طولانی بشه این فرصت. پس چهارمین صفتی که ما باید مد نظر ما باشه و بسیار مهمه در باب توبه اینه که توبه خودمون رو به تأخیر نیندازیم و این توبه قبل از مرگ باشه. اما یک صفت دیگه هم بعضی توبه ها باید داشته باشه. توبه هایی که در اون توبه هایی که به خاطر گناهی بوده که اون گناه حقی از انسانی در اون نادیده گرفته شده، حقی ضایع شده. این حق میتونه مالی باشه که پیش ماست، یا خدای نکرده به زور گرفته شده، یا اینکه امانتی بوده به هر حال ندادیم، یا اینکه اون شخص رفته از دنیا به هر حال مالش پیش ما مونده و حیف و میل شده. این باید به صاحبانش برگردانده بشه. یا غیبت کردیم، تهمت زدیم، سخنچینی کردیم، بدگویی کردیم، بر ضد کسی جایی رفتیم، تخریبش کردیم، شخصیتش رو از بین بردیم، خورد کردیم شخصیتش رو. این حقش کردن ما هست. اینها رو باید ازش اگر زنده است معافیت بطلبیم، بریم حلالیت بطلبیم. اگر مالی هست بریم بدیم، اگر نداریم بریم راضیش بکنیم. اگر طرف زنده نیست یا زنده است، ما رومون نمیشه بریم بهش بگیم غیبت کردیم، تهمت زدیم، بدبینی کردیم، فلان جا ما بودیم که پشت سرت حرف زده بودیم، فلان جا که کارت به هم خورد ما رفتیم سخنچینی کردیم. رومون نمیشه، شرممون میاد. دعا بکنیم براش، اینقدر براش دعا بکنیم، در حقش دعا بکنیم تا این دل ما تشفی پیدا بکنه که حقش ادا شد. یا اگر شخصی از دنیا رفته و حقوقش برگردن ما هست، این حقوق رو به وارثینش بدیم. اگر وارثینش رو نیافتیم به دوستان و احبابش، کسانی که به نزدیکانش میرسونن، به اونها برسونیم. اگر به هیچ کدوم از اینها نرسوندیم، حداقل به نیت اون شخص براش صدقه بدیم، در کارهای خیر استفاده بکنیم. حق مردم رو قبل از این دنیا بریم از گردنمون خلاص بکنیم، چرا که در اون دنیا نه درهمی هست و نه دیناری و هیچ کسی به ما رحم نخواهد کرد. نگیم برادر ما بوده، بابای ما بوده، دوست ما بوده، آشنای ما بوده. نه، اون دنیا هیچ کسی نمیشناسه که تو کی بودی و کی هست. برادر به خاطر نجات خودش برادر خودش رو حاضر گرو بگذاره، مادر حاضر فرزند خودش رو گرو بگذاره.
این مورد رو هم باید مد نظر داشته باشیم که اگر حقی از کسی گردن ما هست، این رو هم باید حتما ادا بکنیم تا توبه ما کامل شده باشه و این توبه انجام بپذیره. اما در راه استقامت در توبه یا حتی خود انجام توبه هم، توبه های ما باید مستمر باشه. نه که یک دفعه توبه بکنیم، ما یک هفته پیش توبه کردیم، خب بس فعلا هر ماه، یک ماه پیش توبه کردیم. نه، هر روز باید توبه بکنیم، همونجوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما تعلیم دادن. حضرت صلی الله علیه و سلم در یک روز 100 بار توبه میکردن. اون چیزهایی که به ما بیشتر کمک میکنه تا توبه های ما ماندگارتر باشه و نشکنه به سادگی، شناخت گردنه هایی است که ظهر راه ماست. این گردنه ها، اولین گردنه شیطانه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست. فاتخذوه عدوا. اون رو دشمن بپندارید، دشمن بگیریدش. کمی در این آیه باید تقاضای من از شما عزیزان این هست که بر خودم و بعد شما عزیزان راجع به این آیه فکر بکنیم بیشتر. یعنی چی شیطان دشمن شماست؟ دید ما نسبت به یک دشمن چطوره؟ دیدگاه ما نسبت به کسانی که اونها رو دشمن میدونیم چگونه است؟ از رفتار اونها، از برخورد اونها، از حرفهای اونها، از خواسته های اونها بیزاریم، از خودشون بیزاریم. کاری رو بخوان انجام نمیدیم، کاری رو، حتی جا راهی رو که برن نمیریم، لباسی رو که پوشن شاید نپوشیم. ما باید معامله ما با شیطان این گونه باشه. ما باید این گونه باش برخورد بکنیم و در راه این مبارزه از الله تعالی کمک بطلبیم. از الله تعالی بخوایم که ما رو کمک بکنه. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. هر وقت از جانب شیطان وسوسه‌ای به تو رسید، پناه ببر به الله. پناه بردن به الله. خواندن سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله احد، اینها ما رو در راه استقامت در مقابل شیطان کمک میکنه. خواندن آیت الکرسی بنا بر روایتی که امام بخاری از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل فرمودن به ما کمک میکنه. وقتی در اول شب خونده بشه تا ابتدای صبح، شیطان به انسان دست نخواهد یافت و اگر صبح خونده بشه تا شب، شر شیطان از سر انسان خلاص میشه. آیه 255 سوره مبارکه بقره. و بنا بر روایتی که امام مسلم نقل می‌فرمودن از رسول الله صلی الله علیه و سلم، خواندن سوره بقره به انسان خیلی کمک میکنه در راه مقاومت با شیطان، چرا که حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود شیطان از خانه‌ای که بقره در اون خونده بشه فرار میکنه. و غیر از این موارد، ما خواندن 2 آیه آخر سوره مبارکه بقره هم بسیار به ما کمک خواهد کرد. بنا بر روایتی که بخاری و مسلم با هم نقل کردن که وقتی اون خونده بشه در شبی، حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود اون برای تو کافی هست. مسئله دومی که در این راه باید مد نظر داشته باشیم، هوای نفس ماست، خواسته های درونی ماست. شیطان و دشمن درونی که همیشه همراه ماست، که این مورد رو با اخلاص، چون بعضی وقتا شاید ریاکاری، بغض، کینه، تکبر، این مریضی های درونی در وجود ما بیاد، که توبه یک بخشش هم همین بود که اشاره کردیم در ابتدای بحث، که رجوع از هر اون چیزی که در ظاهر و باطن الله دوست نداره. نه تنها ظاهر ما، بلکه باطن، بیماری های باطنی بسیار خطرناکتر از بیماری های ظاهری هستند که این رو هم ان شاء الله در جلسات آینده به تفسیر بیشتری دربارش خواهیم پرداخت. پس راه مبارزه با هوا و هوس نفس ما، اخلاص و اتباع از سنت های صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. مسئله بعدی، سومین موردی که در راه توبه باید مد نظر قرار بگیره برای استقامت بیشتر، بحث شناخت واقعیت دنیا است. که دنیا، اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما و فی الآخرة عذاب شدید و مغفرة من الله و ما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. چه زیبا در سوره حدید الله تعالی دنیا رو توصیف میکنه برای ما. دنیا ابتداش در دوران کودکی بازیچه است، بازی و لهو و لعب، و بعدش زینت و تفاخر و فخر فروشی، و بعد از اون افزایش در مال و فرزند در دوران میانسالی، و بعد از اون هم مانند یک مزرعه‌ای که مالش، که اون بوتهش رشد میکنه، کشاورزان در تعجبند و بعد زرد میشه، خشک میشه و باد میبره و دنیا جز متاع غروری
بیش نیست و پرهیز از همنشین بد که یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. این موارد رو عزیزان باید ما هم مد نظر داشته باشیم. آخرین مورد فواید توبه به صورت اختصار در آخر وقت. توبه باعث میشه که در دنیا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یزدکم باموال و بنین. توبه باعث میشه، استغفار باعث میشه که مداوم از آسمان باران بباره برای ما، مشکل خشکسالی برطرف میشه. و عزیزانی که صاحب فرزند نیستند و فرزند ندارند، این مشکل با استغفار و توبه یقینا طبق این آیات سوره مبارکه نوح برطرف خواهد شد. یمددکم باموال و بنین، فرزند به شما میده، مال به شما میده. مال انسان را توبه زیاد میکنه. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، خداوند برای شما باغ‌هایی قرار میده و نهرهایی در اون جاری. امیدوارم الله تعالی به من و شما توفیق توبه خالصانه عطا بفرماید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.